الله سبحانه و تعالی به الله قسم بنده خدا نمیخواد که در جهنم بندازه. الله خواسته که بنده های خدا به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یا را مستحق جنت بگردانه. ولی تو بنده استی که غافل استی، تو بنده استی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگان ما، ای بندگان ما، کدام مردم اسرفوا علی انفسهم که زیادت کردن، از حد تجاوز کردن بالای نفسای خود. هر انسانی که گناه میکنه به نظام الله هیچ تغییری نمیاره، به الله هیچ نقصانی رسانده نمیتونه. هر انسان گناه میکنه، ظلم سری خود میکنه، نفس خود به عذاب الله، به غضب الله پیش میکنه. ولی الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است، چقدر رحمان است، چقدر رحمان است. پیغمبر خدا میگه بگو به بندگان ما، بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه ها را کرده، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایید در این روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که یا الله اینقدر نعمت های تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم. اینقدر لحظات ما در بهیدگی دیر شد، اینقدر لحظات ما در گناه دیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، دو دشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاور گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشو. ای بنده ما، ابلیس تو را مایوس میسازه، از همین خاطر دامنی تا اعلام میکنی که بان کلگی ما تر شوه، نکو اتر. الله اکبر. حدیث ابی هریره رضی الله عنه را خواندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما لو اخطأتم حتی تبلغ الشمس، اگر شما خطا کردی، گناه کردی تا اینکه به آفتاب برسه، گناه بکنی که تا آفتاب برسه، بازم لطاب الله علیکم، الله رجوع رحمت بالایتان میکنه. لطاب الله علیکم، رجوع رحمت بالایت میکنه. ای بنده، این ماه اینمی ماه است، سوال بکن از الله متعال، گناهی تا حالتی تا چقدر احسان الله قطعت کرد. یک ماه مکمل خوراک سرت بند نکرده، مکمل نوشاک به طور کلی بند نکرده، محدودیت گذاشته از یک وقت تا وقت دیگه. احساس کردی گرسنگی را؟ احساس کردی تشنگی را؟ احساس کردی گرمی را؟ کردی احساس؟ اگر فرمان الله را نبری، اگر 4 دقیقه ای برق بروه و پکا استاد شوه، عرق میکنیم، جان ما تنگ میشه، خدا شور میدیم. در اون حالتی که دستای آدم بسته باشه و آتش برید میزنه، آتشی که الله دردانه، او را چطور دفاع میکنی؟ تو تا که تو توان مقاومت داری در قدیم قهر جهنمی که اگر سنگ پرتی 700 سال میره پایین، در اینجا چی میکنی؟ و بنده یادی بیار، و بنده آخرت عقیده داری، جهنم عقیده داری، نافرمانی الله را تو کی بکنیم؟ تو کی نافرمانی الله باشه؟ کدام موقعی است برای ما تو الله فرصت میده؟ رمضان میاره، تو از این رمضان درس بگی، فقط محدودیت سرت مون،
چقدر تشنه و گشنه شدی، چقدر اونجا زقومی که میخوری که لا یغنی برای تو یک دفعه نمیکنه من الجو، از گرسنگی را بخو این چیز نیه. لیکن بگاه شربت جور کرده ای، بگاه آبی سرد جور کرده ای، لیمو انداخته ای، بسیار با لذت میخوری. اگر دو زمانی که ریمی جهنمی آیا و تو خورده رایستی اینا چه قسم میکنی؟ یک مرتبه به ذهنت بیار، یک مرتبه متوجه شو ای بنده به الله قسم، احسانات الله اون قدر است، اون قدر بی پایان است که انسان شمار نمیکنه. کل عمر وجودی تو محتاج به الله بود، هر لحظه محتاج به الله بودی و کل نیازهای تا الله پورا کرده داده. عمرت شمار کو، 70 سال عمر داری، 70 سال اعضای وجود مکمل اتوماتیک کار کرده. یک دقیقه اپندکس میشی، در پیش دکتر جان میروی، به الله قسم اگر پرسان کنی که چند میگیری، زود دکتر صاحب میگی دکتر صاحب جان الا زود شو که بیادرم اپندکس شده، 1 ساعت باقی مونده، اگر عملیات نشوه از بین میره. دکتر صاحب چاپلوسی میکنی، دکتر صاحب پول میکشی برش میگیری، فیصله نمیکنی. آنقدر تشکری، آنقدر قدر، آنقدر احترام، آنقدر اکرام به یک دکتر صاحب برای 1 ساعت فقط رودت تو خورده، پس او را عملیات کرده، قطع کرده، وصل کرده. یالله که اینقدر عمر احساناتش تو دیدی، لمس کردی، مشاهده کردی. ای بنده گناهگار، تا کی از الله فرار میکنی؟ تا کی میگروزی؟ تا کی این قوت برای تو موجود است؟ تا کی این حیات و زندگی برات موجود است؟ برای تو در ذهن دیگه ساعت دیگه میمرم، فشارم بالا میره، ساعت دیگه تکر میکنم، ساعت دیگه سرطان میشم، به الله سبحانه و تعالی رفتنیستم. یا الله چی کردم؟ رمضان آمد، لحظات و نسیم توبه کردن بود. الله کدام ذات است؟ الله را بشناسیم کدام ذات است؟ الله اکبر. ابی موسی اشعری رضی الله عنه میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل، یقینا الله که عزیز است، عزتمند است، ارادهش نافذ میشه، حکمش میچله، هیچ کس اراده از اون مانع شده نمیتونه. و او ذاتی که عظیم است، جل است، بزرگ است. او چی میگه؟ یبسط یده باللیل، دستی که لایق شان الله است میگسترانه در شب. چرا میگسترانه؟ هموار میکنه لیتوب مسیء النهار، بخاطر که توبه کنه کسی که در روز گناه کرده. الله دست دراز میکنه به گناهگارا که توبه بکنه تا الله توبهشون قبول کنه که روز گناه کرده. و یا یبسط یده باللیل و یبسط یده بالنهار، دستی که لایق شان الله دراز میکنه در روز، لیتوب مسیء اللیل، به این خاطر که رجوع بکنه کسایی که در شب گناه کرده. حتی این معامله قطعی تو بنده غافل، قطعی تو بنده باغی، قطعی تو بنده جاهل، قطعی تو بنده که هیچ الله را نشناختی، نه رحم الله را، نه معرفت نعمت الله را، لیکن الله بتالی معامله را قطع داره. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه. الله دری توبه را نمیبنده در روی تو. ما بگوییم که با وصف همین قدر رحمات الله انسان بازم مستحق جنت الله نگرده، مستحق مغفرت الله نگرده، ای آدم مستحق جهنم نباشه، ابدالآباد نباشه. شما خود فکر بکنید. او ذاتی که برات میگه که تا فتاب گناهایت برسه، تا فتاب گناهایت برسه. الله اکبر، الله اکبر. ابی هریره رضی الله عنه میفرماید والذی نفسی بیدی، ابی هریره میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفسی بیدی، قسم به او ذاتی که نفس ما در یدی که لایق شانش است، در یدی از او قرار داره. لو لم تذنب، اگر شما گناه نکنید، لذهب میبره، لذهب الله بكم، الله میبره شما را، ولجاء بقوم یذنبون، خواه الله قومی را میاره که و گناه بکنه، فیستغفرون الله، بخشش طلب میکنه از الله، فیغفر لهم، الله برشان بخشش میکنه،
حدیث مسلم شریف و بخاری شریف است. ببینید اگر ما گناه نکنیم و استغفار از الله طلب نکنیم، قوم دیگری را میاره. احسان الله را ببین چقدر رحمان است، چقدر مهربان است. رمضان چی است؟ یک روز گرسنگی چی است؟ راستی تا بگو سالا روزا در کار بند شدی، چای صبح از یادت رفته، در 4 بجه و 3 بجه در یادت آمده ای که در کار مصروف بودم، در کار سودا آمده بود، مال آمده بود، او را تا کردم، او را بالا کردم، او را چیندم، در زمین مصروف بودی، در موتروانی مصروف بودی، خوردن و نوشیدن در یادت آمده بود. ولی بعد از همین قدر گرسنگی احتمال داره که از این مالی که آمده بود، از این زمینی که تو کار کردی، از این موتری که تو دواندی، چیزی متاع دنیا به دست بیایه یا نبیایه یقینی نیست. لیکن سخت گرسنگی را سری خود آوردی، سخت گرسنگی تشنگی را سری خود آوردی، اونجا باز میگی که از دست زلگی فقط چای دلم میشه. همینطور صحنه ها سرتان آمده، لیکن این مال و متاع دنیا و اولاد که جمع کردی احتمال است که به دردت بخوره یا نخوره. لیکن الله امر میکنه خود گرس نکن، خود تش نکن، لیکن زمانی که افطار میکنی دست دعایت بالا کن. یک فرحت خوشیسته، فرحتان للصائم. دیگه فرحت دمرای ملاقات الله سبحانه و تعالی است. گپ الله یقینی است، حق است، راست است. بنده چقدر تفاوت قائل شدی، برای متاع دنیا چقدر زحمت و محنت کشیدی، برای الله چقدر زحمت کشیدی. بنده چی کردی؟ بنده چقدر احساس پیدا کردی در رمضان؟ چقدر فهمیدی که شیطان از ما دور شده؟ چقدر فهمیدی که رحمت الله دروازهش باز شده؟ چقدر احساس کردی که در این هر شب رمضان عتقا من النار است، مردمی است که از آتش آزاد کرده میشه. در ذهنت آمد که یا الله من در جمله امو عتقا شما رستم یاری نشوه که در او عتقا من باشم. یک کم احساس برد آمده بود، رسول الله خو کلی توصیه ها را برد کرده بود، تو زد ذهنت گرفتی، متوجه شدی که چی کرده؟ عزیزان گرامی، فرصت بزرگ و نعمت بزرگ. ما گناهگار هستیم. اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، چه راه و چاره داشتیم؟ کدام طرف می شدیم؟ آیا مال و متاع و اولاد کفایت می کرد؟ نه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی آمده نیست که اونجا فرار میکنه برادر از برادر و امه و ابیه و از مادر خود و از پدر خود و صاحبته و بنی، از زن و فرزند خود فرار است. او تو روز میآید چی میکردی؟ الله قبول میکنه. ان الله یقبل التوبه عن عباده، الله است که قبول میکنه توبه از بنده های خود. و یعفو عن کثیر عن السیئات، الله عفو میکنه از گناه ها. الله هست چه موقع برات داده، چه عظیم نعمت برات کرده. الله برات میگه و بنده گناهکارم از رحمت من مایوس نشو، بیا رجوع بکن و توبو الی الله توبه نصوحا، رجوع بکنی به سوی الله به توبه مخلصانه صادقانه که واقعا دیگه شایبه نعوذ بالله منافقت و تنها کلمه زبان نباشه، از صدق دل، از صمیم قلب، در عمل واقعا آدم رجوع به سوی الله متعال بکنه. رمضان تیر شده نیست، قریب این نصف اول ختم میشه. ما چی کردیم؟ چقدر راستی تا نبوگی، چقدر گریان کردیم به الله، چقدر عاجزی به الله کردیم. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا.